خونه چرا باز بید؟ نکنه کیانوش دست من در برفته. کسی اینجا نبوده؟ سرناز با کجا بید؟ یاد ویدا اینجا هم هیچکی نبید، نه اثری از سرناز بید نه از کیانوش. بیاین بیچاره بشدیم، بیاین اینجا. چی بشد؟ شیر برات خب بیاد دیگه، بدزدیدنش. چی بدی؟ بابا گریه نبکن ببینم چی بدی؟ از کجا فهمیدی چی بدزدیده؟ کیو؟ سهرنازم و گل نازم و بدزدید. این ترونی هم خودش رفته هم سهرنازم و بدزدیده. از کجا فهمیدی بدزدیده؟ خب خنجرش اینجا بید دیگه، همینجا افتاده بید، اون که بدونه خنجرش کجا نبره. هم سهرنازم و بدزدیده، هم حلاقمون رو بدزدیده. ای نامرد، خرم بدزدیده؟ خردوست وکشمش. وکشمش. بیدم این خاک بچه اونجا دیدی کجا برم. خدا به داد ما مرسه، یه وقت این شیر فرهاد بلایی سر این تهرانی نمیاره. دست پسرم به خون آلوده نباشه. ای خواهی بذار آلوده باشه، بذار آلوده باشه. باد وکشته. نه نمکو دلم نمکود پسرم به دستش به خون آلوده باشه. ای من خدا چه مکنم؟ شیرت حرفا وکشتش. خاک بچه گم شد، دستش به خون آلوده باشه. نمیارش تو خونه، نمیارش خانه. بذار تو سطل آشغال ما نبینیمه. بازار دم درویون ببرد تو آشغالی. زنده است نمرده بید. مگه تیر ننداخته بیدی؟ نه هوایی در بکردم از ترس قش بکرد. پس سرناز من بکن. سرناز باش نبید، تنها داشت برفت. نکنه سربه نیستش وکرده. سرنازم سربه نیست وکردی؟ نشه تو جمع کن. باید ببریمش تو خونه، به هوش که اومد استنتاقش کنیم. دختر من کجاست؟ نمیدونم آخه من از کجا باید بدونم؟ به من چه سهرناز کجاست؟ بلم کنی هیچ جوری فایده نداره. اگه حوض کنم ای دستم تکان بدم، مغزت میپاشه بالا برره. سهرناز کجاست؟ نفهمیدم چه گفتی. بازم نفهمیدم چه گفتی. خب اون لوله رو از حلقت بکش بیرو ببینم چی مینالی. عرض کردم تا این لوله تو دهنمه من نمیتونم حرف بزنم. خب بیا بیرون حرف بزن.
4 روز به بنده مهلت بدیم، من سرناز خانم رو پیدا میکنم. چه گفتی؟ گفتم 3 روز به بنده مهلت بدیم، من پیداش میکنم. نشنیدم. 2 روزه تحویلش میدم، خوبه فکر کنم. مهلتش بده. مهلت دادیم. شما آخرین بار کی سرناز خانم رو دیدی؟ دیروز صبح تو میدون بید. یعنی از ظهر به بعد دیگه ندیدینشون؟ نه، یعنی نمیتونین حدسم بزنین کجا رفتنشون؟ هر وقت بیکار بید و ایمد تو میدون برای ما از ترشیدگی تعریف در بکرد. متشکرم. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. این سحرناز خانم رو شما این برا ندیدینش؟ دیروز تا بالا اینجا کسی نبیده. آها، مواقعی که می اومد اینجا شما متوجه مورد مشکوکی نشدین؟ مثلا یک نفر تعقیبش کنه؟ هیچ کس عقلش کم نبود که سحرناز رو تعقیب کنه. خب باشه. کسی هم در موردش هیچ حرفی نزده اینجا؟ ای بابا، مگه مردم بیکار بیدن که در مورد این حرف نزنن؟ آها، بسیار خوب. خیلی ممنونم. متشکرم. فقط دیروز جان نثار اومده بود اینجا به بگور برره بگو یک شعر برام بگو، هم جان نثار توش باشه هم سحرناز. من مطمئنم که جان نثار دزدیدتش. مزخرف وگویی. بعدم سر زبون نخود بعدوزن. خیلی خوب، میریم خونه جان نثار رو میگردیم. اگر اونجا نبود هر بلایی خواستین سر من بیارین. بریم. سحرناز کجاست؟ سرناز کجاست؟ چی بید؟ این مزخرفات چه در خونه من در وکنید؟ حواست جمع وکن. چی بگویم؟ دختر من کجا قایم بکردی؟ حواست باشه با سالار خان طرفی. اگه راستشو نبگویی همون کلاه بوغی رو تو حلقت فرو وکنم. سالار خان دختر شما اینجا چی وکنه؟ این چرت پرتاست چیه در خونه من در وکنه شما؟ پس کیانوش چی بگوه که دختر من اینجا دیده؟ کیانوش خودش برای اولین بار در خونه من آمده بید. چطور سحرناز اینجا دیده بید؟ من نگفتم اینجا دیدمش. نه. خرد وشردی به جان نثار تهمت بزنی. درسته که من اینجا ندیدمش، ولی تهمت بی خودی هم نزدم. بنده طبق شواهد و قرائن ثابت میکنم که سحرناز خانم این توه. شواهد کدوم بید، قرائن کدوم بید، این حرفا چیه؟ اصلا سالار خان، اگر من سحرناز رو دزدیدم شما خودتون تشریف ببرید خونه من ببینید سحرناز اونجا بید. شیر فرهاد شما تشریف ببر تو طویله ببین سحرناز اونجا بید. من که جای دیگه نداشته بیدم. اگه سحرنازی تو نباشه نسبت میکنم. همینجا وای میسی. برو. واکوشمت. کیانوش چرا دروغ وگویی؟ ثابت میشه. شما سحرناز اینجا ودیدی؟ ثابت میشه آقا. ثابت بشه؟ بله. چه اینجا ودیدی؟ خودت ثابت میشه آقا. همینجور تونتون میگه ثابت. خودت برای اولین بار اینجا ما صحبتی نداریم، اما ثابت میشه. این چیه؟ بفرمایید. منگوله خنجر سحرناز خانم. واکوشمت. سالار خان اصلا این حرفا چیه؟ من برای چی باید سحرناز رو دزدم؟ اگه سحرناز اینجا نیست منگوله خنجرش اینجا چیکار میکنه؟ راست بگوه. سالار خان اصلا من سحرناز باید دزدم که چی؟ راست بگوه. هی میگه راست بگو. آقا من طبق شواهد مستدل به شما ثابت کردم سحرناز خانم این توه. شواهد مستدل نمیخوایم. سحرناز کجاست؟ تکلیف ما رو روشن بکنید. کدومتون باید وکشم؟ من چه آقا؟ بریم. گوش بگیر ببین چی میگم. اگه تا فردا شب سحرناز پیدا شد که هیچ.
اگر پیدا نشد میبندمت به 4 تا بز. در 4 جهت حرکتشان میدم که به 4 قسمت مساوی تقسیم بشی. بریم. امروز در خانه مراسم پیش عزا برای سرناز بگذاریم. سلام. سلام. بفرما آب نخور بگو خان. چیزی نوخورم. شعر جدیدم از خودم در نوه کردم. فقط اومده بودم وگوام امروز همه دعوت بدید مجلس پیش عزاداران سرناز. پس خبر مرگش در شده بی؟ هنوز نه، نکشته بیدن، زنده بید. مجلس پیش عزاداران بید. فقط هرچی وتونی در خودتون غم و غصه گریه و زاری دعوه کنید. سرناز بردن کاش نمی بردن خودشون می مردن خودشون می مردن پیش از آدارون شو زیر بارون سرناز بردن کاش نمی بردن عشقا می ریزه. از همه کسانی که در این مراسم پیش از آدارون از بالا برره و پایین برره شرکت و کردن از خودم تشکر در بکنم. به مناسبت این مجلس از هنرمندان مختلفی دعوت و کردیم از خودشان هنر در بکنم، مخصوصاً بگوری برر شاعر که به این مناسبت شعر بگوه. وسیله ایاب و ذهاب آماده باشد برای حمل و نقل شما. منافع این مجلس هم به نفع همین مجلس صرف خواهد شد. اگر سرناز پیدا باشد که هیچ، اما اگر پیدا نوشد مجلس عزادارون اصلی رو واسش بگیریم. حالا از وگوری برره میخوام که به مناسبت ای عزاداری از خودش شعر در بکند. با اجازتون بنده هم قطع شعری به این مناسبت از خودم در کردم و گوام. آیا تو مرده بیدی؟ آیا تو زنده بیدی؟ هیچ کس نودونه. این چه جور شعری بید؟ این که نه وزن داشت نه قافیه، آبرومونو ببردی؟ اینجوری شدید بید. برش کوتاه از زندگی، یک تصویر بدون زیاده گویی بید. احسنت بگوری. حالا گوش کنید. حالا از خودمون لرزت در کنید. گوش کنید. اگر تا فردا سرناز من پیدا نشد، عزاداری اصلی رو فردا یک جا با عزاداری یک یالوش ترونی یک دا در کنید. سرناز بردن سرناز بردن کاش نمی بردن خودشون می مردن. ببخشید از اینکه مزاحم وقتتون شدم. من اجازه دارم یک سوالی ازتون بپرسم؟ خواهش میکنم ولال. اگر شما یک شخصی رو بدزدید کجا قایمش میکنید؟ غیر از قهوه خانه و خانه هر جا که بخوای. عجیبه چرا به ذهن خودم نرسید. راست میگه آدم که کسی رو بدزده تو خونه قایمش نمیکنه که. ببخشید میتونم یک سوال دیگه ازتون بپرسم؟ ولال. میگم که اگر شما یک شخصی رو بدزدید و یک جا قایمش کنید، من از کجا باید بفهمم که کجا قایمش کردید؟ باید شب دنبال من ویای. شب خیلی مهمه من کجا برم. شب. شما خیلی با ذکاوت هستین. خیلی متشکرم.
سلام سرناز. غذایی که دوست داشته بیدی درست فکر کردم آوردم بخور. سرناز ببین فصل پاییز بید، علفهای هرز عشق در من جوانه وزید. فقط تو بتونی این علفهای هرز رو هرس بکنی. پس چرا با من نامهربونی در بکنی؟ من که جان نثار میدم، چرا اجازه نمیدی که جانمون نثارت بکنم؟ میدونستم کار خودشه. شما سالمی؟ خدا رو شکر. بفرمایید برید. فکر نکردم اینقدر شجاعت از خودت در بکنی. کجاشو دیدین حالا؟ مرسی. خواهش میکنم. واسه من نه خانم کش میشه. خانم اصلا در حد شما نیست. بفرمایید برید. بکشمش. بفرمایید. حساب تو برسن. باشه برید. ولی مرسی. بفرمایید. وقتی جان نثار به هوش اومد از ترس زبانش بند آمده بود. اگه من اون لحظه اونجا بودم با دستای خودم خفش میکرد. کاری که آقا کیانوش کرد کمتر از این نبید. هی جان نثار با آقا کیانوش گفت غلط کردم، هی من با آقا کیانوش گفتم مرسی. دیگه دارین شلوغش میکنی، ما کاری نکردیم. ما یه وظیفه رو دوشمون سنگینیم که رفتیم انجام دادیم اومدیم اصلا اختیار داشت دویدی. حالا برنامه چی بی چی گرد؟ فکر نکنم بخواد تا آخر عمر اینجا زندگی بکنه. کی من؟ نه من تمام یعنی باید فردا صبح رفع زحمت کنم. نه اصلا اینجا. چه گفتی؟ میگم که من فردا صبح رفع زحمت میکنم. شما هیچ جا نمیری جیگر. نه من تمام زار زندگیم تهران نمیتونم بمونم. خب این که مهم نبید. اگه یه ذره اینجا بمونی تمام زار زندگی تا اینجا جمع باشه. اینجا آره اگه الان میخوای وری پاشو علا گوره تگم کن اون هیکل قناسه اون دفعه گفتم نبینم دیگه. باشه چرا اینجوری میکنی؟ میرم وسایلمو جمع میکنم میرم. کاش ودونه که اگه پشیمان بشه شیر فرهاد با آغوش باز بپذیردش. خلاصه ببخشید اگر که من اذیتتون کردم. اشکالی نداشت دوید. خیلی هم خوشحال بیدیم. نمیبینی؟ نه میخوام که در واقع خاطره بدی از من به جا نمونه اینجا. نه نمیمونه. خیلی هم خوشحال بیدیم. الان که شما تشریف ببری یه چند تایی خوشحالی در کنیم. خیلی جان سالار راست میگی. ای که هی ما میخوایم خوشحالی در کنیم، مهمون نوازی در کنیم، نمیذاره. اصلا ببینم به تو چه مربوط بید که ما خوشحال بیدیم یا ناراحت بیدیم؟ نه میخوام خاطره خوشی از من اینجا به جا بمونه در واقع همین. خاطره خوش بخوای. بله یه لحظه با من بیا. خوب گوشات واکو ببین چی میگم. بازه بفرمایید. ای پایین براره خیلی بزرگه. بله میدونم. سلسش مال تو. برای چی؟ چون دوست داریم، چون جیگری. جیگرم میدونم. اگه دوباره موضوع ازدواج با سرناز خانم من خواهش میکنم شیر فرهاد بذاریم برم. من نمیتونم. چرا نمیفهمی که تو سهرنازا نجات دادی؟
خب بله که چی؟ ما اینجا با کسانی که نجاتشون ندادیم ازدواج میکنیم. چه رسه به تو که نجاتش دادی، اسمت روشه. خب من نجاتش دادم که در واقع شما بذارید من برم، نه اینکه میدونی به خاطر این بود. آره این حرف آخرته؟ بله بله. میدانی پایین براره خیلی بزرگه؟ بله میدونم بله. نصفش مال تو. نه باید برم، من نمیتونم. نه. 2/3 مال تو. اگه بگم نه خیلی ناراحت میشی؟ آره. خیلی لحظه تلخیه. ببخشید اگه ناراحتتون کردم. نه حالا میتونی گورت گم کنی. بله فقط یک مسئله، چون که این جاده خیلی خطرناکه، من میتونم این خر رو در واقع از شما قرض بگیرم یا پولش رو همینجا تقدیم کنم یا برم پولش رو براتون بفرستم؟ نه خیر نباید. بله خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اوی معلوم نبید که بگردی ها؟ چرا؟ اتفاقا دقیقا معلوم هستش. هیچ وقت هیچ وقت. بله. مطمئن بیدی؟ 100%. پس بهت وگوام اگه من ازدواج کردم به خاطر تو نبیدا، واسه اینکه بخوام و ترشم ازدواج کنم. شما خیالتون راحت باشه، اگر من بتونم پامو از اینجا بذارم بیرون بهتون قول میدم که دیگه مرخصی. کیانوشا خداحافظ. برو سرناز. خداحافظ. خداحافظ. برا چیه گریه میکنی؟ یاد بوا بزرگ بیافتادم. چه زود برفت. چه زود برفت. بوا بزرگ دیگه اینقدر جوون بود و مرد. بوا بزرگ در سن 98 سالگی مرده. 98 سالگی جوان بیده. خب چه کار بکنم؟ دلتان بخواد وقتی یاد بوا بزرگ افتادم بخندم؟ خب این که اشکالی نداشته بید گریه وکن. من فکر کردم چون این تهرانیه ورفته داری گریه در وکنی. خب این نداری نه خیر، من اصلا خیلی هم ازش بدم بیاد. فقط چون اینه یه پرنده منو نجات داده بید من یکم ازش تشکر نکردم، وگرنه براش همینجور تنفر در بکنم. آفرین به تو دختر، آفرین. حقا که دختر سالار خان بیدی. نبخواه. چقدرم لوسه. عجب گیری افتادیم ما. بگوام شام بخواید بخورید بیارم؟ من که اشتها نداشته بیدم. تفلک بابا بزرگ که مرد. شاید کیانوش دوباره برگشته.
غلط وکنه برگشته باشه و گوهم شیر فرهاد اگه برگشته بود در رو باز نوکن روش همینجا با تیر بزنیمش. ساکت باشین. کیه؟ منم. ممکنه در رو باز کنید؟ ها برگشتم. مطمئن بیدم برگردی. هر کاری کردم اصلا نتونستم برم، نشد. این همه راه به خاطر من برگشتی ها؟ کاملا که نه. گرگا به هم حمله کردن، اومدم اینجا بمونم، اگه میشه صبح زود برم اون خرارم ببرم. کیه سهرناز؟ کیانوشه؟ نه زن همسایه بید. بیا خره وردار برا گورتو گم بکن. شبم بیا همین گوشه وسط حیات وطمرک، صبحم گورتو گم بکن ورو. وجم سلام علیکم. چی شد صبح این زودی بیدار شدی؟ دارم برمیگردم تهرون. ای بابا کی برمیگردی براره؟ دیگه بر نمیگردم. اینجوری که دل ما واسهتون تنگ بشد. دل ما واسهتون تنگ بشد. یه دونه از اون آشنا خدا دادم بده بخوریم دیگه. ای بچهش روی دوش چشمم. بفرمایید. متشکرم. چه خبر دیگه؟ خدا رو شکر گذشته تو حالم. چی کارش کردی؟ آشنا خدا با دفعه قبل فرق میکنه ها. ما کارش نکردیم. عین دفعه قبله. نه یعنی میگم خوشمزه تره. آره لابد زیر دندان شما خوشمزه شده. آره. ای بیا برو خانه مردم چه وکنی ها؟ خدمتتون رسیدم که خانم سهرناز خانم رو از خدمتتون خواستگاری کنم. من نه خانم محترم، این پنبه رو از گوشتون در بیاریم. من با شما ازدواج بکن نیستم. من با این یارو ازدواج بکنم. کجا بری؟ میرم برای صبحانه 2 تا نان تازه بگیرم بیام. به دست در نکنه.
سحرنازم وای چی شد؟ الاغ ما ندزدیدن. حتما کار این کیانوش بیده. من میرم خانه و تفنگم آوردارم، دیگه خونش حلال شده بید. تا تهرانم که ورد دنبالش ورم. شیر فرهاد و رفتی این یارو رو وکشی سریرا جان نثارم وکش که دیگه از این گلا واسه من در نوکنه. تو خجالت نمیکشی؟ نه خجالت نمیکشم، چون از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. اگر 100 بار دیگه بدم منو کتک بزنم باز بیام اینجا گل میندازم. مردم بالا برره، خانوما آقایون پایین برره، من سرراز خانومو دوست دارم، میخوام باهاش ازدواج کنم. سالار جون اصلا فایده نداره، به من اصرار نکن، من دوستش دارم، کتکم بزنی از اینجا نمیرم. الهی قربونت بشم. تو کی برگشتی چیگر؟ چرمید. بنده اینقدر خوشحال بیدم که بغض کرده بیدم، یعنی در وجود خودم گنجایش نکنم. و اما از تشریف فرمایی سردار خان و خانواده محترم که از برای بالا تشریف آورده بیدن تشکر نکنم و از شاعر برره بگوری که به مناسبت امشب
یک شهر زیبایی از خودش در کرده، خواهش نکنم، درخواست نکنم بخونه. بنده قطع شعری به این مناسبت در کردم، با اجازه عروس ما در کنم. در کن. چه شب خوبی است امشب، جملگی خوش وزنید. شام خوبی و خوری، نفع کنی شل وزنید. بر عروس و سر داماد، دو گل ول وزنید. بر در غمکده دل، کلون و قفل وزنید. وزنید آی وزنید، وزنید آی وزنید. به افتخار این وصلت من و بوام از خودمون رقص پایین برره‌ای در کنیم. وزن! با جان نثار چه کردی؟ جان نثار؟ من کاری نکردم. ناراحته. من نمیدونم، من کاری نکردم. این یه رسمه. رسم چیه؟ باید پولش آودی. پول چیو بدم؟ وقتی اینجا کسی داماد میشه باید به خواستگار قبلی پول بدید که دیگه او خواستگار به او دختر فکر نکنه. آها اینه، ایراد نه، اشکال نه، بگو بیاد پول بدیم. بگو بیاد. جان نثار تبریک در کنم. پولت حاضره. ببخشید چقدر میشه پولش؟ 60 تومن. 60 تومن؟ بابا چی کار کردیم ما؟ یه خورده گرونه. حالا یه تخفیفی بهش بده. به خاطر شیر فرهاد 55 تومن. گرونه ها شیر. بده. مبارک باشید. ببخشید عزیزم. پای هم پیر باشید. شما متشکرم.
مرحله به افتخار عروس و داماد آخرین مراسم اجرا میکنیم. همه و چوکن سر جاشون رقص چوبه.